خب سلام، من فاطمه هم شنیونکارم. الان اینجا که داریم میبینید دوستم داره شنیون زدم، مدلش کردم، داره فضولی میکنه تو کارم و الان اینجا میبینید که شونه رو زارت از دستش میگیرم و میگم فضولی نکن تو کار من. اونم ناراحت شد و کاری از دستش بر نمیومد که انجام بده، چیزی نگفت. دارین میبینین که وز موهاشو دارم میگیرم، مرتب میکنم شنیونشو. باز هنوز داره فضولی میکنه تو کار من، در صورتی که هنوز وقت نکرده بودم به جلو موهاش برسم. یعنی نشد که هنوز تایم این نشد که من برسم به جلوی موهاش، آخر سر قرار بود برسم. همطور که میبینی وزگیری دارم میکنم، خوشگلی مشکلش میکنم موهاشو، چای گذاری میکنم، میبینم چهرهشو و از قیافه میمونش خندم میگیره. خدافظ.